به نام خدا. سلام دوستان، امیر نجفی هستم. در این ویدیو میخوایم فیلتر لیکویفای از نرم افزار فتوشاپ رو با هم بررسی بکنیم. اگر به سایت سازنده فتوشاپ یا سایت شرکت ادوبی سر بزنیم و این فیلتر رو توضیحاتش رو اونجا مطالعه بکنیم، میبینی که با استفاده از این فیلتر میشه چنین شکل‌هایی ساخت. یعنی شکل اولی اگر این باشه میشه تبدیل بشه به این. لیکویفای فیلتر یکی از ابزارهای پرکاربرد فتوشاپ هست که از نسخه 2017 به بعد تغییرات چشمگیری در اون ایجاد شده و تشخیص چهره با نام فیس اویر لیکویفای به اون اضافه شده. خب پس بریم در فتوشاپ اون رو با هم بررسی بکنیم. خب دوستان، این اولین شکل ما هست. روی هر شکلی شما میتونید این فیلتر رو اعمال بکنید. نکاتی که قبل از اعمال این فیلتر باید بهش توجه بکنیم اینه که از تصویر موجود، از لایه موجود در فتوشاپ یه دونه کپی بگیریم. برای این کار میتونیم لایه موجود رو روی این گزینه بکشیم، میبینی که یک کپی ازش تشکیل میشه، یا اینکه کنترل جی رو فشار بدیم به این شکل. این نکته شماره یک، یعنی میخوایم تغییراتی اگر روی تصویر ایجاد شد روی عکس اصلی تغییر ایجاد نشه که بهش میگن نان دیستراکتیو یا غیر مخرب. نکته مهم بعدی اینه که ما وقتی با فیلترها کار میکنیم برای اینکه مقادیر اعمال شده حفظ بشن و بعداً بتونیم اونها رو تغییر بدیم اگر خواستیم، شکل رو بهتره تبدیل به یک شکل هوشمند بکنیم. به این شکل فیلتر convert to smart filter. به این ترتیب این علامت در پایین شکل ظاهر میشه. معنیش هم اینه که این شکل یه شکل هوشمنده و مقادیر فیلترها رو نگه میداره. حالا ما بریم فیلتر لیکویفای. خب دوستان، میبینی که اگر نسخه جدید فتوشاپ رو نصب کرده باشین این قسمت فیس اور لیکویفای هم بهش اضافه میشه. در نسخه های قبلی به نظرم از 2017 به قبل اینها نیستن در فتوشاپ. خب اولین ابزار رو اگر ما از اینجا انتخاب بکنیم Forward Wrap Tool، کلید میانبرش هم W هست. اگر W رو بزنیم میبینی که انتخاب میشه. قسمت هایی از شکل رو اینجا میتونیم با تنظیم اندازه براش و فشار اون تغییر بدیم. به این شکل میبینی که دوستان، همچنین شو بکدراپ رو اگر فعال هست در نرم افزار شما تیکش رو بردارین، چون ما با یک لایه کار میکنیم و لایه پایینی رو نمیخوایم داشته باشیم. دوستان میبینی که با این ابزار اگه خیلی آروم این رو فشار بدیم، نگران این قسمتی که در بالا ایجاد شد نباشید، بعدا میتونید اون رو برطرف بکنید. همچنین با استفاده از این ابزار یعنی Tool Clockwise Tool یا کلید میانبر C، قسمت هایی که میخواید به این شکل در بیان رو، یعنی در جهت عقربه های ساعت، میتونید چرخش بدید. به عنوان مثال ببینید اگر خواستید هر قسمتی رو اینجا خواستید یه ذره دست رو به این شکل در بیارید یا هر قسمت دیگه ای رو. دوستان دقت داشته باشید که ابزار تویل اگر اون رو روی قسمتی از تصویر با کلیک نگه داریم میبینید که در جهت عقربه های ساعت چرخش میده. اگر کلید آلت رو نگه داریم میبینید که در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخش انجام میشه. با استفاده از ابزار دست میتونید اگر زوم یا نمایش شکل بزرگتره و خواستید شکل رو پیمایش بکنید به این شکل. خب دوستان، اگر از نتیجه کار راضی هستید میتونید کلید اوکی رو فشار بدید. میبینید که قبلا به این شکل بوده، حالا به این شکل. دقت داشته باشید که در اینجا ما به غیر از این لایه اطلاعات جزئی تری هم اینجا میبینیم. نوشته سمارت فیلتر، یعنی فیلتر هوشمند روش اعمال شده و حتی اسم فیلتر رو هم نوشته. با دو بار کلیک میتونیم برگردیم به فیلتری که قبلا اعمال کردیم، با این تفاوت که مقادیر هم اونجا حفظ میشن. خب دوستان عزیز، نکته مهم بعدی که باید بهش توجه بکنیم اینه که اگر ما از میزان مقادیر اعمال شده روی شکل توسط فیلتر لیکویفای ناراضی هستیم و میخوایم شکل به حالت اول برگرده، Restore All همه چیز رو به حالت اول برمیگردونه. همچنین اگر خواستیم کمی از شدت اون مقادیر کم کنیم میتونیم Reconstruct رو بزنیم. اینجا کل کارهای انجام شده رو صد در نظر میگیره. ما اگر اون رو کم بکنیم، دقت بکنید که با کشیدن این اهرم به سمت چپ از اون مقادیر کاسته میشه. خب دوستان، مثال بعدی این شکل هست. باز هم با کنترل جی یه دونه کپی میگیریم، اون رو تبدیل به یک فیلتر هوشمند میکنیم. اینجا هم میتونید کلیک راست بکنید Convert to Smart Object، منوی فیلتر لیکویفای. اینجا دوستان عزیز میتونید این گزینه رو انتخاب بکنید و قسمت هایی که به نظرتون نیاز به رتوش دارند رو و نیاز به تغییر دارند رو اینجا خیلی آروم بهشون ضربه بزنید و اونها رو برطرف بکنید. میبینید که این ابزار کاربردهای بسیاری داره و خیلی مهمه.
همچنین دوستان عزیز اینجا ما ابزار دوم از بالا رو اگر انتخاب بکنیم، یعنی Reconstruct Tool، کلید میانبر R، جاهایی که ما ابزار بالایی رو اعمال کردیم، به عنوان مثال به این شکل، اینجا ما فرض کنید که این ابزار رو اعمال کردیم، حالا میخوایم برگردونیم به حالت اولیه. به جای اینکه دفعات متعدد کلید کنترل Z رو فشار بدیم، این رو میتونیم انتخاب بکنیم و روی قسمت هایی که تغییرات ایجاد کردیم این رو کلیک کنیم و نگه داریم، اونها رو برمیگردونه به حالت اولی و بقیه قسمت ها رو به هیچ وجه میبینی که چون هیچ چیزی اعمال نکردیم تغییری درشون ایجاد نمیکنه. پس Reconstruct یا ساخت مجدد تغییراتی ایجاد شده توسط این فیلتر رو به حالت اول برمیگردونه که در اینجا هم ما Reconstruct رو داریم، میتونیم با تغییر اهرم همه چیز رو به اول برگردونیم یا از شدت اون کم بکنیم. ابزار سوم یا اسموث تول هم کاربرد مشابه اون رو داره. اگر ما به عنوان مثال در اینجا تغییراتی رو اعمال کردیم، اگر اون ابزار رو انتخاب بکنیم میتونه اون انحنای بیش از حد رو کمی نرم بکنه. به این شکل شما میتونید رو امتحان بکنید و نتیجه رو ببینید. دوتا گزینه پاکر تول و بلات تول کاربرد متضادی دارن به این ترتیب که اگر ما اولی رو انتخاب بکنیم می‌بینید که همه پیکسل ها رو از اطراف به سمت داخل جمع میکنه و اگر گزینه پایینی بلات تول رو بزنیم به این شکل همه پیکسل ها رو از مرکز و اطراف پراکنده میکنه. گزینه فریز ماسک زمانی به درد میخوره که ما نخوایم یه قسمتی به هر دلیلی تحت تاثیر لیکویفای فیلتر قرار بگیره. ما اگر فریز تول رو انتخاب بکنیم و این قسمت رو با این رنگ مشخص بکنیم، یعنی این قسمت فریز میشه و هیچ ابزاری از فیلتر لیکویفای روی اون تأثیر نمیگذاره. خیلی خب، اگر این گزینه فوروارد رپ رو انتخاب بکنیم به این شکل هر تغییری که ما اینجا اعمال میکنیم خیالمون راحته که شکل بغلی، شکل سمت راست تغییری درش ایجاد نمیشه. اگر بخوایم این قسمت از حالت فریز در بیاد، گزینه پایینی یعنی Show Mask Tool این رو انتخاب میکنیم و علامت ها رو پاک میکنیم، این رنگ رو میبینید که از حالت فریز در بیاد. خب هر وقت راضی بودیم میتونیم کلید اوکی رو بزنیم، قبل بعد، و با صرف وقت و حوصله میتونید تغییرات بیشتری روی این شکل اعمال بکنید. خب دوستان، قابلیت تشخیص چهره یا فیس اویر لیکویفای یکی از قابلیت های مهم این فیلتره که همونطور که گفتم در نسخه های جدید فتوشاپ بهش اضافه شده. ما طبق معمول در این شکل چهره هایی رو داریم، یعنی فیس هایی رو داریم. میخوایم قابلیت تشخیص اونها توسط فتوشاپ رو بررسی بکنیم و تغییراتی که میتونیم اعمال کنیم. بازم کنترل J رو میزنیم، یک کپی میگیریم از لایه مورد نظر، کلیک راست Convert to Smart Object Filter Liquify. خب ملاحظه میکنید که چون در اینجا چند تا چهره توسط فتوشاپ تشخیص داده شده، بنابراین این کادر برای ما فعال هست. میبینید که Face 1 2 3 4. حالا ببینیم که چهره شماره 1 2 3 4 کدوما هستن و تشخیص فتوشاپ به چه شکلی است. هر چهره ای رو اگر انتخاب بکنیم میتونیم چشم، بینی، دهان، شکل صورت و خیلی تغییرات دیگه روش اعمال بکنیم. حالا ما چشم رو در نظر میگیریم، میخوایم ببینیم شکل شماره 1 کدوم شکله. این رو تغییر میدیم، میبینید که این شکل رو به عنوان شکل شماره 1 تشخیص داده. این رو شما با تغییرات اندکی میتونید پیدا بکنید. همچنین اندازه چشم این میشه چشم چپ، این میشه چشم راست. همچنین بلندی یا ارتفاع چشم اینجا میتونید رو تغییر بدید و نتیجه رو ببینید. به این شکل. خب شکل شماره 2 رو انتخاب میکنیم و روی بینی کار میکنیم. نوز ببینیم حالا شکل شماره 2 کدوم شکل. این شکل رو به عنوان فیس 2 شناسایی کرده فتوشاپ. شما میتونید تغییرات لازم رو اعمال بکنید. برای شکل شماره 3 روی دهان کار میکنیم. فیس 3 ماوس، لبخند رو میخوایم تغییر بدیم. میبینید که این شکل رو به عنوان شکل شماره 3 تشخیص داده و لب بالایی، لب پایینی، پهنای دهان، ارتفاع دهان، این رو اگر خواستید میتونید کم بکنید. همچنین برای شکل شماره 4 میتونید پهنای صورت، این شکل پهنای صورت رو تغییر بدید. چانه، پیشانی،
و همه این تغییرات رو هر وقت راضی بودید میتونید اوکی رو بزنید. تغییراتی که اعمال شده رو میتونید قبل و بعدش رو ببینید. دوستان دقت داشته باشید در فیلتر لیکویفای اگر چهره ها توسط فتوشاپ تشخیص داده بشن، ابزار فیس تول هم فعال میشه. میتونید اون رو انتخاب بکنید و روی قسمت های مختلف اهرم هایی در اختیار شما قرار داده میشه تغییراتی رو اعمال بکنید. به این شکل ببینید که این ابزار در اختیار شما قرار داده میشه. خب دوستان عزیز دقت داشته باشید که وقتی فیلتر لیکویفای رو ما اعمال کردیم و از قسمتی از کار ناراضی بودیم، نمیتونیم با کم کردن اوپاسیتی از شدت فیلتر کم کنیم. به عنوان مثال ما این شکل رو به این ترتیب ویرایش میکنیم و دکمه اوکی رو فشار میدیم. فرض کنید که ما میخوایم اوپاسیتی رو کم کنیم. به این شکل با کم کردن اوپاسیتی این لایه میبینی که لایه پایینی ظاهر میشه. پس کم کردن اوپاسیتی وقتی فیلتر لیکویفای رو داریم برای ما مفید نخواهد بود. بنابراین برمیگردیم به منوی لیکویفای، به فیلتر لیکویفای و در اونجا ریکانستراکت رو میزنیم. میتونیم اینجا از شدت فیلتر با تغییر این اهرم کم کنیم. به این شکل مثلا 25% قبلی، اگر قبلی این شکلی بود 25% اون رو اینجا ما مثلا میخوایم اعمال بکنیم اوکی. و این نحوه تغییر کارهای انجام شده روی فیلتر لیکویفای با در نظر گرفتن این نکته که قبلا لایه‌مون رو به یک لایه هوشمند تبدیل بکنیم. خب دوستان نکته مهم بعدی عدم شناسایی چهره توسط فیلتر لیکویفای. اگر ما این چهره رو در نظر داشته باشیم، یک کپی از لایه گرفتیم تبدیل به لایه هوشمند شده، فیلتر لیکویفای میبینی که تشخیص چهره در اینجا انجام نشده به این شکل. یا اگر ممکنه که شما یک همچین تصویر رو در فتوشاپ باز بکنید و تشخیص چهره انجام شده باشه، اون موقع چون ما در اینجا چشم ها رو نداریم، ممکنه که شما موقع تغییراتی که روی بینی انجام میدید اون تغییرات روی چانه انجام بشه و تغییراتی که روی دهان انجام میدید روی گلو انجام بشه. بنابراین ما سعی میکنیم این شکل رو تبدیل به یک شکل نسبتاً کامل بکنیم. برای این کار کراپ رو انتخاب میکنیم، شکل رو با اینجا گسترش میدیم، تقریبا جای چشم ها اینجاست. با یک براش اگر بی رو بزنیم و البته قبل از اون باید اینتر رو بزنیم تا کراپ تایید بشه. بی رو اگر بزنیم با رنگ مشکی اینجا ما با یک براش نسبتا سخت چشم رو قرار میدیم در اینجا و اینجا. حالا این دوتا لایه رو یکی میکنیم به این شکل، کنترل ای رو میزنیم و اگر از فیلتر به لیکویفای بریم ببینیم که تشخیص انجام شده و چشم ها رو ببینید درست در جای، چون در جای درست قرار دادیم تشخیص داده. بینی رو به این شکل میبینید که دوستان، بنابراین همچنین دهان رو. بنابراین با این ترفند به فتوشاپ کمک میکنیم که این تصویر رو شناسایی بکنه و در صورت لزوم تغییرات مورد نظر رو اعمال کنیم. خب دوستان به پایان این ویدیو آموزشی رسیدیم. در این ویدیو سعی کردیم که قسمت‌های مختلف فیلتر لیکویفای رو با چند تا مثال توضیح بدیم. در ویدیوهای آینده به صورت کاربردی تر این فیلتر رو در مثال‌های مختلف با ابزارهای دیگه ترکیب می‌کنیم و به کار می‌گیریم تا شما بیشتر با اون آشنا بشید. اگر این ویدیو براتون مفید بود لینک اون رو برای دوستانتون بفرستید، کانال ما رو لایک بکنید و هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی اگر داشتید در پایان همین پست اون رو برای ما بنویسید. خدا نگهدار شما.